سلام به شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم و اون هم آشنایی با توپ و راکت و اینکه یه سری تمرینات رو با هم انجام بدیم که بتونیم هماهنگی اعصاب و عضله پیدا کنیم و کارمون پشت میز در هنگام آموزش و شروع یادگیری تکنیک ها راحت تر باشه. این سری تمرینات به نام تمرینات آشنایی توپ و راکت بیشتر معروفه و بیشتر به این اسم در جامعه پینگ پونگ میشناسن این قضیه رو و دامنه خیلی گسترده‌ای داره نسبت به لول، نسبت به سن اون شخص، نسبت به حالا اینکه بزرگسال هست یا کوچیک هست، سنش چقدره، کاملا متفاوته. یعنی یه سری تمرین‌ها رو در واقع تمرین آشنایی توپ و راکت رو برای کودکان ما باید انجام بدیم و یه سری تمرین‌ها هست که حالا بزرگسالا با توجه به اینکه اعصاب و عضله‌شون کامل‌تر از بچه‌ها هست و زودتر فرا میگیرن این تکنیک‌ها رو، تمریناتشون یه مقدار پیشرفته‌تر و سخت‌تر هستش. خب در قسمت اول قرار شد تمرین‌های ساده رو که برای بچه‌های کوچیک‌تر و کسایی که از نظر توانایی اعصاب و عضله با هم دیگه حالا یه مقدار مشکل دارن، این تمرین‌های ساده رو بهشون بدید که کم کم با پیشرفت حالا بیشتر تمرینات مشکل‌تر رو بهشون در واقع بدید که انجام بدن. معمولا این تمرین‌های خیلی ساده برای بچه‌های کوچیک، مثل بچه‌هایی که مثلا 4-5 ساله هستن، تازه میخوان شروع کنن این ورزش رو، به اونا داده میشه که یه مقدار از نظر سیستم عصبی و عضله‌ای یه مقدار هماهنگی بین این دوتا، بین دیدارشون، دیدن توپ و ضربه زدن به توپ، یه مقدار هماهنگی به وجود بیاد. و این تمرینات از خیلی تمرینات ساده، حتی از حالا توپ‌های خیلی بزرگتر، از بادکنک که حرکتش در واقع کمتره و سرعتش کمتر استفاده کنید. با بادکنک مثلا به زیر توپ ضربه بزنن بچه‌ها و دوباره بزنن، نذارن توپ به زمین بخوره. یا حتی از توپ‌های پارچه‌ای بزرگتر بالا انداختن و گرفتن توپ با هر دو دست، با این دست با اون دست، و از همین سری کارا میتونن دو نفر روبروی همدیگه وایسن و برای همدیگه توپ بندازن و سعی کنن بگیرن. این کارا خیلی کمک میکنه به هماهنگی اعصاب و عضله برای بچه‌ها. حالا بچه‌هایی که یه مقدار حالا پیشرفته تر بودن، میتونید از توپ پینگ پونگ استفاده کنید که هم کوچیک‌تره و یه مقدار سخت‌تره گرفتنش. با همین تمرینات ساده که توپو بندازن بگیرن و توپو حتی به زمین بزنن و دوباره توپو بگیرن، با هر دو دست میتونن این کار رو انجام بدن. حتی میتونن حرکت کنن و این کار رو انجام بدن که بتونن یه مقدار اعصاب و عضله‌شون با هم هماهنگ‌تر بشه. توی مرحله بعدی، توی پارت بعدی، میتونید حالا با استفاده از راکت و همونطور که تو ویدیوهای گذشته خدمتتون گفتم، با راکت گیری درست و صحیح توپ رو راکت نگه دارن بچه‌ها. یعنی تا میتونن بدون اینکه در واقع این توپ از روی راکتشون بیفته، توپ رو نگه دارن و کنترل کنن. این هم یکی از تمرینات پایه هست که حالا برای هماهنگی اعصاب و عضله به بچه‌ها داده میشه. میگم این تمرینات یه مقدار برای بزرگسالا شاید خسته کننده و ساده باشه، ولی ما اینو بیشتر به بچه‌ها میدیم. میتونن همونجوری که توپو در واقع روی راکتشون دارن حرکت هم بکنن که باز توپشون نیافته. میتونن راه برن، میتونن حتی بدوئن در مرحله حالا پیشرفته تر. و این تمرینات خیلی ساده هست که مطمئناً بچه‌ها میتونن انجام بدن و خیلی هم مهمه که این کارا رو در ابتدا انجام بدن که از پایه و از بیس اون در واقع نوآموز به بهترین شکل ممکن تکنیک‌ها رو یاد بگیره و با یه اعصاب و عضله هماهنگ‌تر پشت میز بیاد و شروع به یادگیری بکنه. بعد از اینکه حالا نوآموزمون تونست این کار رو انجام بده و توپ روی راکت نگه داره، همین کار رو با پشت راکت هم میتونه انجام بده. یعنی نگه داشتن توپ روی پشت راکت، همون کارا رو راه رفتن و حرکت کردن و اینا رو انجام بده تا به توانایی این برسه که دیگه توپ از روی راکتش نیفته. بعد از این میتونه کم کم شروع کنه با زمین، با یه ضربه دوباره ادامه بده این کار رو. خیلی ساده و راحت. کم کم که مسلط شد میتونه 2 تا ضربه بزنه.
میتونه 3 تا ضربه بزنه. با توجه به تسلطی که داره میتونه اینو تعدادشو بیشتر کنه و به جایی برسه که دیگه به زمین توپو نزنه، یعنی به صورت مستقیم بزنه. همین کارو میتونه با پشت راکت هم انجام بده، همون با زمینش 2 تا 3 تا و تعدادهای بیشتر و در آخر هم دیگه بدون برخورد با زمین. وقتی که به این هم مسلط شد میتونید شروع کنید یکی در میون یا حتی 2 تا با روی راکت، 2 تا با پشت راکت. همه این تمرین ها کمک میکنه که نوآموزتون موقعی که پشت میز اومد راحت تر بتونه توپو کنترل کنه برای ضربه زدن. یعنی اون میزان ضربه ای که باید به توپ بزنه تا توپش روی میز بیاد، در اثر این تمرینا قلقش و اون در واقع تواناییش دستش میاد که باید چجوری ضربه بزنه. پس از این نظر این تمرینا خیلی مهمه که دیگه کارمون پشت میز برای آموزش های بعدی خیلی خیلی راحت تر میشه. اگر بازم دیدید شما تو زدن این در واقع ضربه ها نوآموزتون سختشه براش و با توپ در واقع پینگ پونگ نمیتونه این کار رو انجام بده، میتونید از توپ‌های بزرگتر مثل توپ حالا بالشی، توپ پارچه‌ای یا توپ حتی تنیس استفاده کنید که یه مقدار چون به دلیل بزرگ بودن یه مقدار کنترلشون راحت‌تره برای بچه‌ها. و حتی میتونید از بادکنک استفاده کنید، چون با ضربه زدن به بادکنک توپ خیلی آروم میره و پایین میاد و این کار رو برای بچه‌ها خیلی راحت‌تر میکنه و اون اعتماد به نفس لازم رو بهشون میده. میگم اون دیگه بستگی به خود شما داره که حالا با توجه به شناختی که از نوآموزتون دارید و توانایی‌هایی که دارید ازش میبینید انتخاب کنید که با چه توپی و به چه شکلی به توپ ضربه بزنه. این هم در نظر داشته باشین که حتما این نکته رو بهش خیلی دقت بکنید که حتما دانش آموزتون، کسی که داره پینگ پونگ رو یاد میگیره، با همون راکت گیری صحیحی که حالا توی ویدیوهای گذاشتم خدمتتون گفتم راکت رو بگیره تو دستش و همه این تمرین‌ها رو با این راکت گیری انجام بده که براش یه مقدارم جا بیفته نحوه صحیح گرفتن راکت که به چه شکلی راکت رو بگیره. به این نکته حتما توجه کنید، چون با هر شکل راکت گیری که راکت رو بگیره و تمرینات رو انجام بده مطمئنا بعداً که سر میز میاریدش با همون شکل میخواد راکت رو بگیره. پس توی همه تمرینات به این نکته دقت زیادی بکنید.